راز ناپدید شدن داریوش سوم، آخرین شاه هخامنشی. تصور کن پادشاهی که بر بزرگترین امپراتوری جهان حکومت میکرد در تاریکی شب فرار کند و چند روز بعد نه در میدان جنگ بلکه در یک عرابه خونالود پیدا شود. این فقط یک شکست تاریخی نیست، این یکی از مرموزترین مرگ‌های تاریخ ایرانه. سلام، به کانال سایه های ایران خوش اومدید. اینجا داستانهایی رو میشنوید که بین افسانه و واقعیت گم شدن و امروز میخوایم درباره آخرین شاه هخامنشی صحبت کنیم، داریوش سوم، مردی که سقوط او پایان امپراتوری هخامنشی را رقم زد. سال 334 پیش از میلاد. از غرب جوانی 22 ساله به نام اسکندر مقدونی وارد آسیای صغیر می شود. در ابتدا بسیاری او را فقط یک شاهزاده جاه طلب می دانستند. اما اسکندر ارتشی داشت که برای فتح جهان آموزش دیده بود. داریوش سوم شاهنشاه ایران هنوز باور داشت که وسعت امپراتوریش برای متوقف کردن هر دشمنی کافی است. اما تاریخ همیشه طرف بزرگترین امپراتوری نیست. اولین ضربه سنگین در نبرد ایسوس وارد شد. ارتش ایران چند برابر مقدونی ها بود، اما زمین نبرد مزیت تعداد را از بین برد. اسکندر مستقیم به سمت داریوش حمله کرد و بعد لحظه اتفاق افتاد که سرنوشت ایران را تغییر داد. داریوش میدان را ترک کرد. فرار شاه روحیه ارتش را شکست و خانواده سلطنتی به اسارت اسکندر درآمدند. اما عجیب ترین بخش ماجرا این نیست. داریوش هنوز زنده بود، هنوز ارتش داشت و هنوز میتوانست مقاومت کند. 2 سال بعد در دشت گوگمل این بار داریوش همه چیز را آماده کرده بود. عرابه‌های داستار، فیل‌های جنگی و ارتشی عظیم از سراسر امپراتوری. شاید این آخرین شانس هخامنشیان بود. نبرد آغاز شد و دوباره اسکندر شکاف کوچکی در مرکز سپاه ایران پیدا کرد. وقتی به سوی داریوش یورش برد، شاه برای دومین بار عقب نشینی کرد و این بار دیگر بازگشتی وجود نداشت. داریوش به سمت شرق گریخت، از بابل به اکباتان و سپس به سوی سرزمین‌های شرقی ایران. تعداد همراهانش هر روز کمتر میشد. شاهی که روزی بر میلیون‌ها نفر فرمان میراند، اکنون با گروهی اندک در حال فرار بود. در نزدیکی هیرکانیا اتفاقی رخ داد که هنوز هم بحث برانگیز است. بعضی از ساتراپ‌ها به رهبری بسوس تصمیم گرفتند داریوش را کنار بزنند. آیا می‌خواستند او را نجات دهند یا می‌خواستند خودشان قدرت را به دست بگیرند؟ هیچ کس با قطعیت نمی‌داند. اما نتیجه روشن بود. داریوش دستگیر شد. وقتی اسکندر به تعقیب او رسید، با صحنه عجیب روبرو شد. عرابه‌ای رها شده در بیابان و داخل آن داریوش سوم، زخمی و در حال مرگ. طبق برخی روایت‌ها او پیش از مرگ از اسکندر خواست انتقامش را از خیانتکاران بگیرد و چند لحظه بعد آخرین شاه هخامنشی جان داد. با مرگ او امپراتوری که بیش از 200 سال بر بخش بزرگی از جهان حکومت کرده بود فرو پاشید. اما یک سوال مهم باقی می‌ماند: آیا داریوش فقط یک پادشاه ضعیف بود؟ بعضی تاریخ‌دانان می‌گویند او قربانی ساختار فرسوده امپراتوری شد. برخی می‌گویند فرماندهانش به او خیانت کردند و بعضی معتقدند اسکندر نابغه‌ای بود که هر نتیجه‌ای جز پیروزیش بعید بود. شاید حقیقت ترکیبی از همه اینها باشد. تصور کن شبی سرد در شرق ایران، پادشاهی زخمی در عرابه‌ای خاموش به گذشته‌ای فکر می‌کند که دیگر وجود ندارد. تخت جمشید هنوز پابرجاست، اما صاحب تاج تنها چند نفس تا فراموشی فاصله دارد و شاید به همین دلیل است که مرگ داریوش سوم بعد از بیش از 2000 سال هنوز شبیه یک راز حل نشده به نظر می رسد. اگر این داستان برات جذاب بود کانال رو دنبال کن. در قسمت بعد میریم سراغ راز آتش گرفتن تخت جمشید، حادثه‌ای که هنوز معلوم نیست انتقام بود، اشتباه بود یا یک نمایش سیاسی حساب شده. تا قسمت بعد در سایه های تاریخ ایران گم نشید. خدا نگهدار.